حضرت آدم را کی و چگونه دفن کرد؟ حضرت آدم علیه السلام پدر ماست. اولین انسان در روی زمین. او اولین شخص بود که به عالم دیگر وارد شد، بغیر از هابیل که از دست قابل کشته شد. وی را چگونه دفن کردند و کی مراسم دفن را به او سپرد؟ این رو در نوار ما ببینید. پس از آن که قابل برادرش هابیل را کشت، الله تعالی به آدم علیه السلام پسر عطا نمود. آدم علیه السلام پسرش را شیث نامید که معنایش هدیه از خدا است. به حضرت شیث علیه السلام 50 عدد ورقه یعنی پیغام فرستاده شده است. محمد ابن اسحاق میگوید که وقتی که حیات انسان یعنی حیات آدم علیه السلام به آخر رسید و به شیث علیه السلام وصیت کرد و با او تقسیمات درست شب و روز را با عملهای موافق عبادت یاد داد و این چنین پس از آن درباره آبخیزی عمومی جهانی خبر داد. هنگامی که آدم علیه السلام این جهان را ترک کرد و این روز جمعه بود، فرشتگان از بهشت با بخور از مشک و کفن آمدند. ابن اسحاق میگوید پس از آن که آدم علیه السلام این جهان را ترک کرد، در طول 7 روز تابش آفتاب و ماه گذشت. یحیی ابن زمرت از سعدی میگوید که باری در مدینه یک پیرمرد را دید که درباره دین سخن میگفت. او درباره آن پیرمرد پرسید و با او خبر داده شد که این مرد ابی بن کعب است. وی میگفت هنگامی که لحظه که مرگ آدم علیه السلام رسید، او با پسران خود مراجعت کرد: ای پسران، من میوه های بهشت را میخواهم. و آنها در جستجوی میوه ها به سفر برآمدند. در راه آنها را فرشته ها پیشواز گرفتند که برای آدم علیه السلام کفن و بخور از مشک داشتند. فرشتگان پرسیدند: ای فرزند آدم، شما چی میخواهید و چی میجویید؟ پسران حضرت آدم علیه السلام جواب دادند: پدر ما بیمار شد و میوه های بهشت را خواست. فرشته ها گفتند: بیایید بازگردید، برای پدر شما قرار بود معین شده است. وقتی که فرشته ها حاضر شدند، مادر کلانمان حوا آنها را دید، شناخت و به نزد آدم علیه السلام شتافت. اما آدم علیه السلام به وی گفت: از من دور شو، از من دور شو، من تنها به طفیل تو به اینجا آمدم، پس راه بین من و فرشتگان پروردگار من نشو. پس فرشته ها او را آرام کردند، آماده کردند، شسته به کفن پیچاندند و با بخور تدهین کردند. قبر را کوفتند. در قبر برای گذاشتن آدم جای مخصوص آماده کردند. مراسم جنازه خواندند و در حق آدم علیه السلام دعا کردند. پس آنها به قبر در آمده آن را در آنجا گذاشتند و به بالای آن سنگ گذاشتند. پس آنها قبر را ترک کرده آن را با خاک پوشانیدند و گفتند: ای فرزندان آدم، این است رفتار شما. حدیث صحیح را عبدالله ابن احمد آورد.